متاسفانه برخی از ماها از دین تصویری ساختیم که با واقعیتش تطابق نداره. دینی پر از ترس و خشم و تهدید با حرام ها و نبایت ها. اما الله متعال میفرماید یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر. الله متعال برای شما آسانی میخواهد، برای شما سختی نمیخواهد. یه جای دیگه میفرماید و ما جعل علیکم فی الدین من حرج. در دین برای شما سختی و تنگنا قرار داده نشده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفرماید دین خدا آسان هست. اگر کسی بخواهد با افراط و سختگیری بر اون غلبه پیدا بکند خودش مغلوب میشه. بیایید امید رو در دل مردم زنده بکنیم. خود الله متعال میفرماید این رحمتی سبقت غضبی. رحمت من بر غضب من پیشی گرفته، سبقت گرفته. به جای اینکه فقط ترس ایجاد بکنیم، امیدها رو زنده بکنیم که دین و ایمان با خوف و رجا معنی پیدا میکنه.